صبح 31 می ترکش نیرومند محله دیپلماتی کابل را تکان داد. به قول مقامداران افغان، حادثه در نزد سفارت آلمان به وقوع پیوسته بر اثر آن ده‌ها تن کشته و مجروح شدند. شماره قربانی ها تا حال انیق نشده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که در نتیجه بمبگذاری مرطلبانه تا 50 نفر کشته و زخمی شدند. خبرگزاری آلمان می نویسد که تا 60 نفر با جراحت ها و بیمارستان انتقال یافتند. در پی حادثه کسی مسئولیت ترکش را به دوش نگرفته است. حادثه در دوره به اصطلاح حمله بهاری طالبان به عمل آمده است. از سوی هم مسئولیت چندین بمبگذاری اخیر در پایتخت افغانستان را گروه دولت اسلامی به عهده گرفته است. از جمله روز 3 می بر اثر حمله به کاروان نتا 8 کس کشته و 28 تن دیگر جراحت برداشتند. در نیمه اولی سال 2017 کابل و مناطق گرد و اطراف پایتخت افغانستان شاهد افزایش نظررس شماره قربانی ها از حمله های مختلف شده است که در آن اکثرا مردم ملکی زیان دیدند. Auzi prima cinsita, ne-a văzut.